وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام یه ابزاری که خودم خیلی ازش چند سال ازش استفاده کردم و تونستم بحث آربیتراژ رو تو بازار کریپتو انجام بدم بهتون معرفی کنم. این ابزار رو من اولین بار فکر کنم حدود 3-4 سال پیش نوشتم و شروع کردم باهاش تو این بازار کار کردن و امروز میخوام بهتون معرفیش کنم. یه ابزاری که اختلاف قیمت بین صرافی‌های مختلف و با در واقع جزئیات خیلی زیاد بهتون نشون میده. حالا برای اینکه ازش استفاده کنید سایت من که وارد بشی، در واقع سایتم هم نسخه انگلیسی داره هم فارسی. این اف آر رو که بزنید فارسی میشه و این قسمت مانیتور زنده آربیتراژ اثبات نسخه اولیه لینک داره. اینو که بزنید وارد این صفحه میشید. من یکم اینو بکشم اینور که خب این چیه؟ این اولین که این به رسانی خودکارش اگه روشن کنید یا دیفالت فکر کنم روشن باشه، خودش هر چند ثانیه یک بار این لیست رو براتون به روز رسانی میکنه. حالا من خاموشش میکنم که این نپره، بتونم بیشتر مسلط باشم و بهتون توضیح بدم. در واقع ببین الان امروز هم 12 دی ماست، ساعت هم دقیقا 7:51 است و این چی کار میکنه؟ این میاد اول اینکه بهتون بگم اینو بر اساس هر کدوم از اینا که خواستین شما میتونید سورت بکنید. این کارش اینه که میاد نمادهای در واقع توکن‌های مختلف رو توی صرافی‌های مختلف قیمتش رو بررسی میکنه و اگر اختلافی وجود داشته باشد به شما نشان میدهد. الان من گذاشتم این بر اساس در واقع درصد اختلاف قیمتی که دارد سورت بشود. الان توی صرافی کوینکس توکن SCEEK سیک در واقع دارد به قیمت طبق این چیزی که ما اینجا داریم به قیمت 0.2046 3 فروخته می شود که البته این یکم ایراد داره مستقیمش بر لینکش رو درست بکنم، ولی اینجا سیک رو بزنید. اگه باز نشد براتون سیک رو بزنید. سرعت اینترنت هم خوب نیست متاسفانه. خب الان تو صرافی توی کوینکس داره به این قیمت معامله میشه و توی مکسی به این قیمت ازتون میخرن. یه اختلاف 5% داره اینجا. شبکه روی هر دوی این کوینکس و مکسی شبکه بایننس و بیت هست. باز من اومدم کارمزد برداشتم براتون اینجا مشخص کردم، یعنی شما 8 سنت برای هر در واقع برداشت کارمزد میدید به کوینکس و این توکن در واقع توی صرافی گیت هم لیست شده و اونجا هم قیمتش در واقع مثل صرافی مکسی هست. این اگر لود بشه و
من در واقع این که برداشت یک ارز روی یک صرافی باز هست یا نه، شما میدونید بعضی وقتا این برداشت‌ها رو میبندن دیگه، ویدرا غیر فعال میشه، دیزیبل میشه، بعد منتظر باش تا فعال بشه. اینو من چک کردم، اینو من با کد نویسی چک کردم. شما نیاز ندارید اینو چک بکنید، حالا بازم چک بکنید، ولی توی برنامه نویسی من مشخص کردم که آقا اگه کوین اکس مثلا برداشتش برای توکن سیک بسته بود یا صرافی مکسی واریزش برای توکن سیک روی بپ 20 بسته بود، توی این لیست نمیاد معمولا، ولی حالا شما خودتون هم چک بکنید. ولی چیزی که بهش در واقع اینو دقت بکنید، اگر خواستید آربیتراژ انجام بدید و در واقع توی یک صرافی بخرید و منتقل کنید به یه صرافی دیگه و بفروشید، خب این اطلاعات کاملی بهتون میده. ولی چند تا نکته که باید دقت کنید اینه که من اینجا کانترکت آدرس ها رو بررسی نکردم. یعنی این امکان وجود دارد که یک توکن وجود داشته باشد که در دو تا صرافی مختلف این توکن هم نام باشن ولی کانترکت آدرسش فرق میکنه. یعنی حتی هم نام باشن روی یک شبکه، مثلا روی بپ20 باشن، ولی این یک کانترکت آدرس داره، یعنی یه قرارداد هوشمند داره و اون یکی یه قرارداد هوشمند دیگه ای داره. یعنی این دوتا اصلا هیچ ربطی به هم ندارن، علیرغم اینکه اسمشون مثلا یکسانه و شبکهشون هم یکیه. اینو حتما دقت کنید. چطوری میتونید چکش کنید؟ تو در واقع تو صرافی‌ها اون قسمت واریز و برداشت که برید و در واقع الان اکثر صرافی‌ها بهتون کانترکت آدرس رو نشون میدن. حتما مثلا برید تو صرافی کوینکس ویدرا رو بزنید و اونجا کانترکت آدرس رو ببینید، یا دیپوزیت رو بزنید و کانترکت آدرس رو ببینید. تو صرافی مکسی هم دیپوزیت رو بزنید و کانترکت آدرس رو ببینید، با هم مسابقت بدید. اگر یکسان بود در واقع شما میتونید که این آربیتراژ رو انجام بدید. یه نکته دیگه که باید بهش دقت کنید که اونم من اینجا مد نظر قرار ندادم، این هست که بعضی از توکن ها موقع در واقع برداشت و واریز یه درصدی از اون مبلغی که دارید شما برداشت میزنید رو به عنوان مالیات کسر میکنن. یعنی بجز این کارمزد برداشت که مثلا 8 سنته، یه مالیاتی هم داره، مثلا 5%، 10%، 1%. این توکن پیک، الان اینجا این پیک USDT، این فکر کنم از اون توکن هاست، یا پیت. این دوتا رو من روشون کار کردم قبلا، میدونم که 80-90% این دوتا این شکلی هن. یعنی چی؟ یعنی آقا اینا براشون به حساب نمیصرفه که شما بخواید این کار انجام بدید. چرا؟ مثلا شما میاید مثلا 1 میلیون از توکن پیک خریدی از گیت، حالا اینجا باز قیمت ها می فرق میکنه، اون چند تا اشاره بعدیشو نشون نداده، حالا اینم من فیکسش کنم، ولی یه اختلاف 4 خورده درصدی داره. شما میای گیت میخری، $0.5 هم در واقع هزینه چیزشه، برداشتشه. توی گیت روی بپ 20 معمولا حدود $0.5 هر توکنی که باشه ازتون کارمزد میگیره. ولی این یه نکته‌ای که داره، مالیات میگیره، تس میگیره، یا ترانسفر فی اضافه میگیره. یعنی به صورت درصدی آقا میگه که من 5%، 1%، 10% مبلغی که تو داری جابجا میکنی و من ازت کم میکنم. اینم کانترکت آدرس انجام میده، یعنی برمیگرده این پول به حساب مربوط به تنظیمات توکنه و به اون توکن هولدرها مربوط میشه. این از کجا میتونید بفهمید؟ اینم تو همون صفحه دیپوزیت، مثلا مکسی اینو خیلی خوب، صفحه دیپوزیت مثلا این توکن ها که برید، اگه مشکل داشته باشی یه حالت پاپ آپ باز میشه، اونجا قشنگ میگه که آقا این حواست باشه اگه میخوای واریز برداشت انجام بدید یه هزینه داره، یا
بهترین راهش همینه دیگه، با به حساب کانترکت آدرسش رو چک بکنید، توی صرافی‌ها چک بکنید. معمولا می نویسن 80-90% اوقات می نویسن که در واقع چجوریه. معمولا روی به 20 یک تک و توک هم من رو شبکه اتریوم دیدم، ولی اکثر این توکنایی که اینطورین روی به 20 یا مثلا لونا هم هست، شبکه لونا هم مثلا یه کارمزد خفن میگیره روی تراکنشش، بنابراین نمیصرفه. ولی خب من چند سال با این سیستم کار کردم و حالا اگه تمایل داشتید مورد علاقتون بود به صورت دستی، حالا خودتون برید این قیمت ها رو، الان نمیاد که من بهتون دقیق نشون بدم. بذار ببینم مثلا این رو گیت میاد، البته این مال قبل بود. من چند سال در واقع روی این کار کردم و خب من بعدها اومدم یه ربات خودکار نوشتم برای اینکه خودش مثلا بیاد اینا رو شناسایی بکنه، از توی یه صرافی خرید بکنه ببره توی صرافی دیگه و بفروشه. باز حالا اگر مایل بودید روی این کار بکنید، ببینید به صورت دستی میتونید مبلغی رو جابجا کنید و یه سودی ببرید. بعدن اگر خواستید من ویدیوهای بیشتری میذارم به این شکل که چجوری مثلا میتونید این رونده رو خودکارش بکنید و در واقع بتونید سود کسب کنید. فقط موقع به حساب واریز و برداشت باید خیلی ریلکس باشین، خیلی در واقع آروم باشه ذهنتون که آدرس ها رو که وارد میکنید و در واقع برداشت و اینا رو انجام میدید اشتباهی نکنید، آدرس ولت اشتباهی نزنید. اشتباهی مثلا میخواید از کوکوین خریدید میخواید بزنید به گیت، مثلا آدرس دیپوزیت آدرس مکسیتون رو مثلا نزنید. این اشتباهاتی بوده که من خودم انجام دادم و باعث شده که حالا مبلغایی از دست بدم. بذارید ببینم اینم که باز نشد. حالا من توی کلیپ دیگه بیشتر توضیح میدم راجعش، ولی خودتون الان این فیلتر شکن روی مرورگره درست مثل اینکه کار نمیکنه، ولی یه بررسی داشته باشید دیگه. اینا معمولا قیمتاش در واقع معمولا فرصتای خوبی میتونید پیدا کنید روی اختلاف قیمتای خوب. فقط حواستون رو جمع کنید که مشکل نباشه. اگر سوال داشتید یا مایل بودید که من بیشتر توضیح بدم مخصوصا راجع به خودکارسازی این بحث آربیتراژ، حتما برام کامنت بذارید و حتما این کار رو انجام میدم. خیلی ممنون که توجه کردید. ضمناً این ویدیو صرفاً جنبه آموزش و اطلاع رسانی داره و هیچ گونه توصیه‌ای من نمی‌کنم که این کار رو انجام بدید یا ندید. اصلاً تمام مسئولیتش با خودتون اگه خواستید معامله انجام بدید و من اصلاً پیشنهاد نمی‌کنم. من صرفاً تجربه خودم رو گفتم که از این سیستم استفاده کردم و این سیستم رو طراحی کردم حالا برای کسایی که براشون جالبه و حداقل میخوان اینا رو همینطوری بدون که معامله انجام بدن یه نظارتی داشته باشن و در واقع یاد بگیرن که چجوری باهاش کار کنن. ولی به هیچ وجه من توصیه نمی کنم که از این روش مخصوصا به صورت دستی بخواید استفاده کنید که خرید فروشی انجام بدید، چون یک اشتباه اگر انجام بدید ممکنه که کل سرمایه‌تون از دست بره. خیلی ممنون که توجه کردید.